پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز چهارشنبه 8 ژانویه سال 2023 در فوروم عمومی جهانی اقتصادی که در داووس شویتزار برگزار گردید فاصله‌ای برآمد نموده از متحدان اوکراین دعوت نمود که از دودلگی دست کشیده هر چه زودتر اوکراین را با سلاح‌های جنگی ضروری از قبیل تانک و توپ و سیستم‌های دفاع هوایی تامین کنند، چون که به گفته او روسیه علاقه خود را در صف گروه‌های تروریستی قرار داده است. زلنسکی گفت جهان نباید در این مسئله کلوید، نه امروز و نه در آینده. دنیا باید امروز از یک گریبان سر برآورده با ضد دشمن عمومی مبارزه کند و از کمک‌های نظامی به اوکراین دست نکشند. تامین اوکراین با سیستم‌های دفاعی هوایی معنای آن را دارد که در آینده دیگر موشک‌های روسیه باعث مرگ اهالی آسایشته در شهرهای ما نمی‌گردند و فرستادن تانک‌های غربی به ما امکان فراهم می‌آورند که به ضد هجوم‌های نوبتی تانک‌های روسیه ایستادگی کنیم. کارشناسان سوئد در مورد پافشاری زلنسکی به دریافت تانک‌های غربی تاکید بر آن می‌کنند که این اشاره بی‌واسطه برابر آلمان است که تا به حال با گذشت نزدیک یک سال اجازه نمی‌دهد که کشورهای مثل پولشا و فنلاندیا تانک‌های ساخت آلمانی را که با نام لیوپارد معروفند به اوکراین بدهند. بر اساس شرطنامه‌های بین دولتی کشورها نمی‌توانند به اجازه دولت استحصال کننده سلاح به طرف سیوم سلاح‌های خرید کرده خود را فروشند یا دهند. در این نشست کانسلر آلمان اولاف شولز نیز برآمد کرده و گفت که کشورش به اوکراین خیلی زیاد کمک‌های نظامی کرده است و در آینده هم ادامه خواهد داد، ولی در مورد اجازه دادن به کشورهای دیگر برای ارسال تانک‌های استحصال آلمان به اوکراین چیزی نگفت و به سوال داده شده در این مورد هم جوابی نداد. در همین حال روزنامه آلمانی می نویسد که اولاف شولز ضمن صحبت تلفنی با جو بایدن پیشنهاد کرده است که اگر جانب امریکا تانک‌های آمریکایی نو ابرامس را به اوکراین فرستد، در چنین صورت آلمان نیز آماده است که تانک‌های لیوپارد را به اوکراین ارسال کند. همچنین زلنسکی افزود که در جهان متمدن بشریت به فکر پیشرفت علم و فناوری‌های نو کوشش‌ها به خرج می‌دهند، اما کشور تروریستی روسیه باشد مشغول قتل و کشتار انسان هاست.